حرکت های اصلی. یکی از اون حرکت ها، اول پاها را جفت میکنیم، زانو ها را رها میکنیم به این شکل. بعد زانو ها را میچسبونیم به هم دیگه. شماره 1 رها میکنیم، شماره 2 سرمون پایین، شماره 3 4 5 6 الی 20 تا حرکت اینو انجام میدیم. حالا هر اسمی که خودتون دلتون میخواد بگذارید. باز و بسته شدن زانو، هر کس دل خودش هرچی خواست نام میگذاره. شماره بعدی پاها از هم دور به شکل دنبلی به این شکل حرکت میدیم. منتها یکی از پاها را باید بشماریم. اینو 1 2 3 4 5 الی 20. این دومین حرکت. سومین حرکت پاها روی هم. این به دو شکله. یا میگه با فشار پایی که روی اون قرار گرفته اون یکی پا رو به این شکل فشار میدیم، این طرف میاریم وسط میشماریم، یا نوک این پا بخوره برگرده وسط، بخوره به زمین برگرده به وسط، یا پاشنه پا یا نوک پا بخوره به زمین برگرده سر جای خودش. اینی که به این شکل یه نفر کمر گرفته میپیچونه. این به دو شکله. به طرف راست هم باید حرکت داده بشه، عکس و برعکس هست. یکی از اون شکل‌ها رو انجام میدیم، یا اینو انجام میدیم یا اینو. یکی از اونا رو باید انجام داد. خب چهارمین حرکت به این شکله. با دو دست زانو رو میگیریم، میکشیم به شکم، رها میکنیم. رها کردیم همزمان دست میاد بالا قرار میگیره، همینجوری که جفت کردیم دست. پا هم به این شکل میره پایین. سنگینی پا زمین افتاد، پا را رند میکنیم به این شکل. اون موقع عضلات اطراف زانو و قسمت پایینی ضربه‌ای حالت کشیدگی ایجاد میشه. آینده زانو درد پیدا نمی کنید. من تند انجام میدم، نگاه کنید. 1 2 3 الی 20. اون یکی پا هم به این شکل حرکت داده میشه. 1 2 3 الی 20. داخل پرانتز یه چیزی بگم. اونایی که مشکل دیسک کمر دارن، یکی از پاها به شکم نزدیک نمیشه. بعد از تمرینات به تدریج دو تا پا میچسبن به قسمت شکم. نگران نباشید. شماره 5 انجام عمل دوچرخه یا رکاب. اول با یکیش انجام میدم، نگاه میکنید. با نوک پا سعی کنید یک دایره فرضی تو فضا بکشید. فقط اون موقع یک پا رو بشمارید موقع شمردن. 1. با دو پا انجام میدم. 1 2 3 4 تا 20. اینجا داخل پرانتز باز یه چیزی بگم. میشه قسمت جلو اینو انجام داد. اگه به این شکل اونایی که گرفتارن انجام بدن، به قسمت کمر فشار وارد میشه. شما باید پا رو بیارید بالا، کمر درست زمین قرار بگیره، یعنی سنگینی پا بیفته روی باسنا. اون موقع انجام بدید. بعد اونایی که گرفتارن نمیتونن 20 تا رو پشت سر هم انجام بدن. اول 5 تا انجام میدن، استراحت، 5 تای دیگه تا 20 تا یا 10 تا انجام میدن،
نفسگیری، استراحت، 10 تای دیگه الی 20. این 5 تا برای پایین تنه است، به خاطر اینکه قاطی نکنیم. حالا مرحله بعدی میان تنه، حرکت میان تنه. اولین حرکت به این شکله، دستها را تو کشاله ران قرار میدیم تا زانو حرکت میدیم، به شرط اینکه کمر از زمین کنده نشود. سقف نگاه میکنیم به این شکل، نگاه کنید. 1 2 3 4 5 الی 20. اونایی که گرفتار دیسک کمر هستن باز نمیتونن پشت سر هم 20 حرکت انجام بدن. اول باید 5 تا یا 10 تا انجام بدن، بعد 10 تای دیگر. حرکت بعدی حرکت دادن متکا به چپ و راسته. به این شکل متکا رو میگیرید، از قسمت بالا اینجا قرار میدید، به حالت یک پاندول یا آونگ حرکت میدید. به این شکل نگاه کنید. 1 2 3 4 الی 20. یا به این شکل به متکا نگاه کنید، به خاطر اینکه قسمت کتف پشت نرم بشه. این هم برای وسط تنه. 2 حرکته، نیمه دراز نشست و حرکت دادن متکا به چپ و راست. حالا حرکت بالا تنه 4 تاست. یکی از اونا به این شکل به عنوان نمونه انجام میدم، نگاه کنید. حساب کنید معلم به این شکل گچ دستش گرفته، یه دایره فضایی به این شکل میکشه که دایره از این قسمت دست تا اینجای دست شعاع دایره، این وسط مکان دایره، مرکز دایره. حالا حرکت میدید، یه دایره میکشید منتها تو فضا. با 2 دست باید دایره کشید، یعنی در یک لحظه 2 تا دایره میکشید. به این شکل نگاه کنید. این یه دایره، این 2 دایره الی 20 تا دایره. بعد برعکس این هم 20 تا، 1 دایره 2 دایره. این حرکات دایره فرضی به عضلات گردن، عضلات پشت کتف، عضلات زیر بغل، عضلات سینه تاثیر زیادی داره. اونایی که آرتروز گردن دارن، آرتروز گردن برطرف خواهد شد. شماره بعدی یعنی حرکت دوم بالا تنه، کف دست پایین، این دست پشت این دست بالا. به عنوان نمونه اولین حرکت نگاه کنید. به این شکل حرکت میدم، برمیگردونم 1. منتها 2 تا دستم باید حرکت بکنه. یکی از دستام میشمارم، 1 2 3 الی 20 تا. یکی از دستا رو میشماریم، اون یکی شمرده خواهد شد. یعنی در اصل 40 تا حرکت انجام میدیم. شماره 3، دستها را بغل باسن قرار میدیم، به این شکل حرکت میدیم تا قسمت بالای سر پشت دست بخوره به هم دیگه. اونایی که مشکل آرتروز گردن یا مشکل ستون و فقرات بالاتنه گردن دارن، این دستها به هم دیگه نمیرسه. این تمرینات انجام دادن به خوبی میان همدیگه رو لمس میکنن دستها. منتها حرکت به این شکله، ببینید 1 2 3 4 الی 20 تا. اسمش هست پرواز. حرکت بعدی، دستها به این شکل باز،
به این شکل حالت ضربه دری انجام میدیم، اسمش ضربه دریه. به این شکل، یک بار به این شکل، یک بار به این شکل. موقعی که دستها باز میشن، استخوانه های پارویی پشت به همدیگه نزدیک میشن و در نتیجه اون قسمت دنده ها به این شکل باز و بسته میشن. تنها قسمتیه که موقع ورزش یا نرمش حرکت داده نمیشن. خیلی از افراد به قلنج گرفتار میشن. حرکت ها رو انجام میدم، نگاه کنید. 1 2